اشاره سر مسلمان با کافر فهماندن صحابه را جرم می‌دانستند. به خطایی از پیش یک خطا شد خودش جزا داد خود بسته کرد. انشالله که همه چیزای را می‌یابیم و همون جایی که تو زندگی داریم حتما ما کارهای انجام میدیم. یه آدم با سرود گفته نمیتونه در پیش الله متعال که الله در تقدیر من این جاسوس نوشته کرده بود و من به این خاطر کار کرده بودم. سر کردیم وقتی که بسیاری افرادی بودن که تکفیر میکردن از طریق کارو میکن حکمشون اگر انشالله که ما همه چیز پیدا میکنیم بنویسیم کاملا و همه جای که معلوم است معروف است. انشالله که ما همه چیز پیدا میکنیم بنویسیم کاملا و همه جای که معلوم است معروف است. به اختیار خود کرده به خاطر پول کرده خبر نداره آخرت پیشش اهمیت نداره دین پیشش اهمیت نداره که نعوذ بالله او را کاش که یک سخنی که سبب هلاکت یک کسی باشه یقینا و او را به اهلش برسانه به خاطر دفاع دین به خاطر دفاع اسلام لیکن به خاطر از اینکه گپ حق کسی گفته باشه و او را به یک جای برسانه. شما ببینید در ظاهر اینجا حدیث پیغمبر تاکید کرد واضح کرد که در ظاهر به مردم معلوم میشه این مرد نماز خوانده اما حقیقتا نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این در ظاهر عمل جنت میکنه. ما همه چیز پیدا میکنیم بنویسیم کاملا و همه جای که معلوم است معروف است. با کافر جاسوسی کردن زندگی تو خوب میسازی و باز از من توقع داری که من با تو نرمی کنم معتدل باشم متشدد نباشم. یعنی به اشاره سر مسلمان با کافر فهماندن صحابه را جرم می‌دانستند. به خطایی از پیش یک خطا شد خودش جزا داد خود بسته کرد. در راه مردم معاش میگیره پیسه میگیره بازم خود مسلمان میگه خود معتدل میگیرن سر دین فروشی پیسه نگیرن سر تحریف دین پیسه نگیرن به خاطر اینکه از واسشان پره نیست پروردگار دین حفاظتش خود ذمه گرفته. رزق حلال به خود پیدا کن. ما تو را دوست داریم که شکم سیر شوه زندگیت خوب شوه و نه سر ناموس فروختن و وطن فروختن. و کافر جاسوسی کردن زندگیت خوب میسازی و باز از من توقع داری که من با تو نرمی کنم معتدل باشم متشدد نباشم.